سلام، درود خدمت دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سوال پرتکراری که توی دایرکت از ما میپرسید، برای سرمایه گذاری چی بخریم بهتره؟ ببینید دوستان، اگه طلا رو میخواید استفاده کنید، قطعا من میگم طلای استفاده شده یا مستعمل تر و تمیز به هر حال پیدا میشه توی طلا فروشی‌ها بگردید. اگر قصد استفاده از طلا رو ندارید، پولتون بالای 200 میلیون تومان یا 150 میلیون تومان هستش، به بالا من طلای آب شده بهتون پیشنهاد میدم. از جای معتبر بخرید یا پکای معتبر بخرید، قطعا میتونه به نفعتون باشه. اگر قصد دارید روی سکه سرمایه گذاری کنید، خب سکه های بانکی رو بهتون توصیه میکنم، چون خرید و فروشش راحت تر هستش. اگر سرمایه‌تون زیر 50 میلیون تومان، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون یا حتی 1 میلیون تومان میخواید روی طلا سرمایه گذاری کنید، سکه پارسیان رو بهتون پیشنهاد میکنم. از جای معتبر تهیه کنید. امیدوارم که همیشه طلا به شما سود بده.